رئاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه روز 21 نوامبر سال 2022 خبر داد که یک زن 37 ساله از فیض‌آباد و یک دختر 20 ساله از ایسا را در پی زناشویی در زمینه رشک و حسد با اتهام میده افباشی 7 شبانه روز حبس کردند. بازداشت آنها در پی روز 19 نوامبر در اینترنت نشر شدن ویدیوی مناقشهشان صورت گرفت. میلیسیای دوشنبه گفت بعد نشر این نوار شهروندان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی از مقامات میلیسیا خواستند تا که نسبت به این ویران کنندگان ترتیبات جمعیتی چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شوند. مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت تاجیکستان میگوید در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی آشکار گردید که جوان دختران در دیوار انعکاس گردیده شهروندان یوسف و گلپری پیر نظرانه سال تولدش 1985 استقامت کننده دهه زرکمر نویه فیض‌آباد و کریمبای و سرویناز اکبر جانونا سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر ایسار می باشند. ضمن پرسش معین کرده شده است که گلپری و سرویناز با همدیگر شناسایی و مناسبت آشنایی داشتند، اما صحنه 19 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 2:00 دقیقه از سبب رشک و حسد در کوچه سامانی نویه فردوسی با همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند، گفته می شود در اطلاعیه میلیسیا. تفصیلات دیگری درباره سبب از گریبان یکدیگر گرفتن دو دوگانه همکنون سابق در خبر آورده نشده است. درباره مردی که عشق سوزانش سبب جنجال بین این دو دوگانه شد نیز معلومات داده نمی شود. وابسته به این حالت نسبت به یوسف و گلپری و کریمبک و سرویناز طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میده افباشی پروتکل ماموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نویه فردوسی نسبت به هر کدام آنها جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده شد.